خواهر عزیز، اگر بخواهی بدانی که آینده در چگونه شوهر میزنی، زندگیت چگونه میشود، سری این رو در زندگی پدر و مادر، ینگه و برادر و اپا و خواهرت جویا شو. با زندگی پدر و مادر رد نظر بیانداز که پدرت با مادرت چگونه معامله و مناسبت دارد، یا برادرت با ینگه چگونه حیات به سر برده ایستاده است و یک بار به پیش ینگت رو و از حال و احوال ینگت پرسان شو و از تگ دلش در و بپرس ینگه آیا از زندگیت و از این برادر من رضا هستی؟ در حیات برادرم تو را خوشبخت گرداند و یا نه؟ جواب حیات آینده خود را از ینگه خود میگیری. اگر بگوید که همش خوب است، بدان که خواهر عزیز آینده تو هم خوب است، یعنی آینده در آدم خوب میزنی. و اگر ینگه گوید زندگی هم تلخ است، تنها به خاطر خدا و فرزندم و پدر و مادرم و آب و رویم طاقت کرده زندگی دارم، بدان که این معامله و مناسبت بعد برادر تو و حیات آینده تو تأثیر منفی میرساند. برای خوب شدن آینده خود تو میتوانی پیش برادر خود را گیری تا زندگیش را کم شیرین سازی. شاید به خاطر این کارت خدا آینده شوهر خوبت نصیب گرداند. بعضا اپا و خواهران به جای پیشگیری از معامله بد برادرشان برعکس غیبت، شوراندازی، شمروکنی و جنگاندازی و جدا اندازی میکنند و حتی برادرشان ینگهشان را زند و حتی طلاق دهد خرسند میشوند و در واقع نمیدانند که هر ضربه‌ای که برادرشان به ینگهشان میزند، این ضربه ها را بیشک حسابی شوهر آینده آنها نیز به آنها میزند و طلاقی که میتید برادر زنش را، شوهران آنها نیز احتمالیت کلان دارد که عمل شوی برادری را تکرار کنند. جدای اندازی این وظیفه و کار شیطان است و نه کار و وظیفه انسان. یک چیز را در آخر قید کنم دوستان عزیز که شما مثلا این چیز را میدونید که مثلا در بین مردم مثلا همین گپا هست که یعنی خسور، یعنی که او داماد یا اینکه داماد به خسر مانندی داره، یعنی که یا اینکه برادری مثلا همون بگیم زن مانندی داره. و من در همین باره بسیار یعنی که یعنی فکر میکردم که چرا چونی است، یعنی که بیشتر مورد، نه همه مورد اما بیشتر مورد یعنی که داماد به خسر مانندی داره، چی از جهت صورت و چی از جهت سیرت. و بعدا در همین مسئله یعنی فهمیدم که با اون خاطره که همین خسر انسان، یعنی که خسر چگونه مثلا در حیات مناسبت میکنه با عائلش، چگونه حیات به سر میبره با عائلش، چگونه مثلا معامله و مناسبت میکنه و هر مثلا عملی که انجام میده چی باید همین گونه به مثل خودش یعنی داماد با او نصیب گرده. اگر انسانی خوب باشه با او چی دامادی خوب نصیب میگرده. یعنی در حیات یعنی با عائلش اگر مناسبت‌های خوب انجام داد، زندگی خوب یعنی گذران، البته با این گونه انسان داماد همین به مثل خودش همین خیلی داماد نصیب میگرده.